سلام و درودی به پایان دوستان عزیز. روزی سعید جمعه را بر هر یک قدم شما مبارکباد میگم. پروردگار همیشه سربلند و خانه آباد باشه که اولش پروردگار و شما هستی که چقدر مردم نیازمند کمک میکنیم. الحمدلله. امروز فرا رسید. چی روز دوستان عزیز؟ روزی که ما وعده داده بودیم که سورپریز دارم پیش از ماه شریف رمضان برای همه خلق مسلمان، خصوصا مردمی مسلمان تاجیک خودمان در شهرهای غربی روسیه و دیگر شهرهایی که مقصد می روسیه قرار دارند، نوسیبیر، کراسنویارسک، خیلی خلاصه همه جا. دوستان عزیز، به علاوه نشود محمد جان از شهر نوسیبیر، برادر ما قاری عبرت الله از تاجیکستان، اکای شهرهای تاجیکستان همتون میشناسین. سخن اول حضرت ها را میتیم، بعد انشاءالله با شما من صحبت میکنم به لحظه کوچکی خودم. بالا اگه چای اشتگی من خستگی من عذر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و برادرای نهایت عزیز و گرامی، انشاءالله در حضور قاری جان البته بیادبی میشه، اما قاری جان سخن کردن امر کردن. برادرای عزیز، الحمدلله که برادرمون اکای بابا جان با سبب دستگیری برادرای دست به خیر، الله جزای خیرشون مته، خداوند احسان کردگیشون به درگاه بینیازش قبول بفرماید. 1000 دانه قرآن، چگونه قرآنایی که میبینیم برادرای جان، الحمدلله قرآنای تجویدی، من نگاه کنید، به نهایت نوشتجاتی خوب و مقصد گفت که تجویدی هستن. انشالله کسی که قرآن مقصد بلد باشه که قرآن خونده بتونه میفهمه که تجویدی چگونه است. بعد یک فایده شون که درونشون زرد برادرها در تحت روشنی سوید چشمه نمیزنن. 1000 دانه قرآن است برادرها عزیز، در شهر مسکو و در شهر یا شیخ دمازی میگم، یا شیخ میگم، خلاصه کلام که بعد جاشون میگه 1000 دانه قرآن برادرها عزیز. هر که آرد رو به قرآن امت پیامبر است، امتان مصطفی رو دوست می‌دارد خدا. برادران عزیز، نور چشم بنده مسلمان تلاوت قرآن زیاد میکنه. هر که بخواهد که به خدا نزدیک شود با نماز و با قرآن باشد، ان شاء الله العزیز. این هم اون چیزی است که برادران عزیز از جهنم ما و شما را پناه میکنه و به سوی صحرای جنت الفردوس میبره. از این لحاظ برادران عزیز، این برادرها حرکت میکنن، زحمت میکشن. 1000 دانه قرآن به دست آوردن این خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. برادران جان انشاءالله که حرکت کنین، انشاءالله که بین قرآن را در این اول ماه مبارکه رمضان خداوند مهربان و ماه مبارکه رمضان ما و شما را عمر دراز به تکی برسیم. خلاصه که آمده قرآن را دسترس میکنیم، برده تلاوت میکنیم و در حقشون انشاءالله که چکار میکنیم؟ دعای خیر میکنیم. سلامت و سربلند باشه برادران عزیز و گرامی. انشاءالله که نه قاری جان یگان سخن میکنه، که شیرالی جان سخن میکنه، بعدا با انشاءالله که بابا جان خودشون سخن میکنن. برادران جان، قاری جان برای برادران یگان چی گفتنی انشاءالله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران محترم و معزز، در حق همون نفرایی که برای تقسیم کردن قرآن پیش ای رمضان سهم گذاشتن، خدمت ها کردن، دعا کنیم که الله متعال هر چی که مراد و مقصد دارن و هر چی از مشکلات دارن خداوند برآورده خیرش بگردونه و الله تبارک و تعالی قرآن را سرمشق حیات ما و شما بگردونه و هر کی را چه طلب است، حاجات است، مراد است، برآورده خیر بگردونه بفضلک العظیم و بحرمت من ارسلناک الا رحمت للعالمین. آمین یا رب العالمین. چیزی که بود حضرت هم خیر بیان کردن در باره قرآن، انشاءالله خیر بچه‌ها چیزی که باشد برای حجامشون، برای یگان داروهاشون بیان میکنن. سلام علیکم دوستان عزیز، انشاءالله که همت خوبه. چخیلی که حضرت ها گفتن الحمدلله 1000 دانه قرآن خیر میشود. الحمدلله که ما جای خودمون ابو این احوی کردیم با روزگی الله. انشاءالله که در شکر و بجان با دوام میتیم. الله هم تنیگوان باشه. خوب دوستان، که حضرت نخواست که کارو خیرش با خواب میگیمش. حضرت در شهر نوسیبیرس الحمدلله رقمش در یک جاها که یمی اکران میمونم مینویسم، رقم مینویسم نوسیبیرس، رقم مینویسم پیتر، رقم مینویسم مسکو. دوستان عزیز، برادر در شهر پیتر یعنی که 1000 نه شهر نوسیبیرس
اینجا بگم دوستان عزیز که 1000 قرآن است یا کمکا اشتباه کنه اشتباه است که یا قاری نشدن 1300 قرآن است خاص به خاطر الله پیش از رمضانی برادر مسلمان ما میخواد که از جای خودش خیر جاریه کنه خیر کنه میگن نه که میخواد که در شهر بچه‌ای که در شهر نوسیبیرس با اون طرف ها مشارکت کنه ان شاء الله میتونه با نمره حضرت در تاج نوسیبیرس قاری محمد بنویسم زنگ بزنه ان شاء الله بیای از شهر نوسیبیرس قرآناتون دسترس کنه از جای حجامت برادر همه چی دورو بعد کانالش هم در تهمی ویدیو ذکر ریپیت میکنم بدروی از همون سوال و جواب نسبت همون کارهای خیرش کارهایی که مقصد دعاخوانی میکنه مقصد حجام میکنه قدی حضرت صحبت میکنه خب واقعا شیرالی میشناسی حضرت هم میشناسی که الحمدلله قدیم و کار سر کرد الحمدلله کاری دعاخوان است و ان شاء الله کم کم حجام هم یاد شده ان شاء الله میتونه که بیاین برادر در لوبلینا میشینه برادر در شهر نوسیبیرس دوستان عزیز میتونه که شما ما را تبریک کنید من کم کم چک بزنم خوبتر است ما حاضر قرار داریم در متروی پلانر در خیم که دوستان عزیز تاجیکان حجامه دیگر ما باز کردیم خاص به خاطر خدا شما که کردیم نمیشناسن خلق برادر خدمت نظر دارم نام شهر میگیرم من خودم دخترم الحمدلله برادر داشتیم پروفسور کی من الحمدلله در همجا گفت که مقصد در بالنیسای خودم بیا حجامه بکشا در شهر خیم که اکای زیارتچور همتون میدونه که ان شاء الله آینده ما حرکت میکنیم در ویدیوهای آینده همکاری کنیم در درنی بالنیسا که مقصد همچون من میدرد و همچون ان شاء الله جای حجامه ما نشون میدیم دوستان 1300 قرآن چه خیلی تقسیم میشه 300 قرآنش در شهر نوسیبیرس خاص به خاطر خدا پیش از رمضانی از همه قرآن ها 200 قرآنش در پیتر رقم پیتر نویسگیم بچه پیتر بره خاص به خاطر الله بگیره یگان چی در کار نیست حجامه میکنی نمیکنی برای قرآن تا بگی بیا خبر تو میکنم زرانی هر یک کدام تکی مادر هستی پدر هستی دادر هستی یگان نفر روی که بیاید یک دونه بگیره برای او دفعه خیلی ما چوته 400 تقسیم کردیم اکا در راه دوره 5 تا ایتانی دوگونه 5 تا ایتانی اپام ایتانی مادر میخری نشود خواهش میکنم قرآن ها کارخانه خیلی هستن یا از جای بیمار همه این نیست برادران پارتوختن از هر طرف جمع‌آوری کردیم الحمدلله 1000 تا خریداری کردیم این برادرم برمت مقصد شیردلی کرده منم الحمدلله مسلمانم میخوام خیر کنم پیش از رمضانی بدون که هر سه که در رمضان میکنی چقدر اجری کلام داره با خود 300 تا در نوسیبیرس 200 تا در شهر پیتر و 1000 دانه 800 دانه در شهر مسکو ان شاء الله در متروی پلانرنی ulica Новотошинская 5 Путилкова اینا город Химки میبره دوستان عزیز بعدتر ما در ویدیوهای آینده میگیم که از مترو چخن میبروی چخن میای ما در لب مکدیم دوستان از مترو میبروی در маршрутка میشینی با پیش ما رو راست میرو قدر نیست 3 میلیون و 5 میلیون دوستان در هم маршрутка میشینی ان شاء الله با همین جرا باز میای کلمت که نمیدونه چخن آمدن در کار 926 921 16 17 رقم‌های تاجیکان حجامه ما همه 16 17 و نزدیکی ان شاء الله در تاجیکستان هم شده میشه 16 17 با هم خاطر ان شاء الله این صفرای تاجیکان حجامه ان شاء الله تا روزی که هستیم تا روزی که ان شاء الله پروردگار هم سرجم باشیم هست دوستان گپ بسیار نمیکنیم خیلی بکنم در این شهر خیلی که هم دوستان عزیز در مترو پلانر نیم اینا دوروها هستن میتونه همه طرفه ان شاء الله بیای استفاده برای زنگ بزنید همه رقمو شاگردو در خدمت ان شاء الله تا حاضر خیلی ما که بگیم به طرز قشلاقگی و کمک بالی کچ است بیزبران میکردیم حجامه ها را اک وقتی که بالنیسا اومده جایی که با آدمای کمک با سیویلیزانش میگن شما رسی جو کمک با اخراندو میان نسبت تازگی در بالنیسا باید با خلط با چیپ که مقصد با همو اسیپتیک انتیسپتیک اداره کنیم بیا دوستان عزیز بیا شیرالی جایی که جامعه ما ان شاء الله نشان میدیم برای چی میگم عذر دارم دوستان این ای جای زیارتچو ان شاء الله پروفسور با پاگان ان شاء الله من اکرامش میکنم این ای بالنیسا ما دوستان عزیز جای قبولگاه و جای سوزنگذرانی الحمدلله فقط زیارتچو آینده ویدیوها میبینی اکای زیارتچو در خدمت شما هستم میدونیم بسم الله الرحمن الرحیم در جای حجامه ما دکتر سلام علیکم شکر گفتین این دکتر آیت الله دوستان عزیز الحمدلله جای حجامه ما مثل همه وقتا دکتر شده الحمدلله بگیم دیپلم خودشو ندارم کاربرد خودشو ندارم ان شاء الله فیلم باش که این دوستان عزیز بگیم پراکتور ما ببینید این رکلام ها ما ببینید ان شاء الله خیلی الحمدلله با تازگی رویا میکنیم ان شاء الله حرکت میکنیم که همین چیزایی که سانیتری هستن ما رو رویا کنیم که خیلی سلامتی از همه بالاتر نیست با اون دوستان و که شغلی جوازم کمکتون ده هم بفرشید خیلی اشکالی که وجود خودش همه جا پرازد نه الحمدلله
تا چیکار اینجا ما باید جای دیگه شاوی کرد میتونه که نمراتوری که مسته عدس واسه بیا انشاءالله اگر در خدمت میروز شما. بله دوستان یک فراموش نکنیم که قرآن ها در لوبلینو تقسیم کرده نمیشن. در لوبلینو تقسیم کرده نمیشن از حساب مشکلات خلق بعضی دوستان گفتنشون در کنه است. قرآن ها تقسیم کرده میشن حاضرش در شهر خیمکی در این گروه خیمکی ulica Novotešinska i Đanišanti. Ulica Novotešinska, 5 Putilkova, город Химки. Они каси میتونید اسکرینشات کنید به رقم 926 921 1617. حجامای ما هم در لوبلینو کار میکنه هم در اینجا کار میکنه. اما قرآن خیر 800 دونه باید تقسیم شود حاضرش در گروه خیمکی. با اون خاطر دوستان دیگر چی تو بگم رحمت خدا خورجونجا این خورجون یک برادری الان بهترین است که الحمدلله در شهر نواسیبی است. الحمدلله کانالی خود چه داره که چه کنه خاله محمد صابر حرفای کلام خطی برادران پایینشی سیلکش میمونه که با وجود بله ان شاء الله سیلکای خالی میمونم بگیره دستگیری کنه ان شاء الله خدمت شهر نواسیبی برای قرآنای بیکل بگیره. باز میگم که خدمت در قرآن در کره التماس خشم بیان برای اگر با مدارات و با تاجیکستان روی کردن داره کسی باشه من بیافتم یا دونه بگیره که رنگی دفعه کن نمیشه 4 5 تا که با بعضی وای مدارای اومده که متاسفانه تماما ندارن. با اون خودی در حق ما دعاگو باشه در حق تلشون حجامه دعاگو باشه که پیشروی باشه خارجا دعا کنه نگنیم و بس. پروردگار خداوند رب العزت کسانی که در این راه خیر در این راه برای تلاوت قرآن برای قرآن ها سهم گذاشتن خداوند خیر احسانشون را به درگاهش قبول در میزان حسناتشون صد بگردانه. پروردگار قلب سلیم عمر دراز با برکت خداوند از فضیلت این تلاوت های قرآن خداوند با نصیبشون بگردانه. پروردگار مهربان در این شوری ها و تیزی ها و تندی ها خداوند مهربان کشور ما را سرزمین ما را خداوند از جمیع بلاهای زمینی و آسمانی حفاظت کنه. خداوند مهربان تمام ملت تاجیک صحت سلامت بر وطن بازگردانه. خداوند در کسب کار همه ما و شما برکت عطا فرما و خداوند اکل و بجان الله رب العزت زیر پرچم زیر شه سپر خودش قرار بگردانه و کم ترک بیماری دارن کم ترک ناراحت هستند. الله رب العزت با حرمت قرآن پاک شفای کامل عاجل عطا فرما. آمین دوستان عزیز ان شاء الله ما از امروز در گروه خیمکی در الیسا نواتشینسک کار بار ما اجازه خط پروفسور زیارتچو و دکتر مرادبک و اکای شمس‌الدین و اکای محمد دکترای بهترین هستند که اورولوگ و مقصد تمامی نمودی دکترها هستند اینجا گینیکولوگ همه طرفا. من در ویدیوهای دیگر ان شاء الله البته نشون میدیم که کارن در شهر خیمکی بیاید در خدمت رسونیم. دکتر برای بکن شویش کن بیا ان شاء الله که در خدمت. بله دکتر خدا ایستون.